چه معجونی شد علی، بزن بریم همچی آفتاب دیگه گیرت نمیاد. 2 پرده پوستمون رو شکلاتی کنیم. الان خرس قهوه‌ای فقط بده. بذار اجازه. آخه بالاخره ما مثل بچه پولدارا یه حموم آفتاب گرفتیم، عوض شیک آب میوه آبدو خیار میزنیم، خیلی هم خاصیتش بیشتره. بزن علی بزن. خدای من ارشید خانم، تو که خیلی خانم بودی، چیکار کرد؟ فرار بیشترف هم که اصلا خنک نمی کنم. من موندم 50 ساله این مدل کولر هیچ تغییری در ایران نکرده. عوض باد خنک باد گرم میزنه، انگار سشواره. یعنی در کل دنیا این نسل کولرها کامل منسوخ شده. یه مغز پیدا نمیشه یه طراحی جدید بکنه یه نمونه کولرها خنک کنن. قربون این باباها برن که تو همین جهنم سوزان همین باد بلربارم خاموش میکنن. خورشید خانم حیا کن بیچاره.